طریقی که بود میرن. همین یک تعداد مردمی که در افغانستان به نام قوم تاجیک زندگی میکنن باشندای اصلی وطن افغانستان این مردم است. مزار بطور اصلی ترین باشندای است. این است که تمدن کوچک پیدا میکنه نمیاد. اما نمیبینی که در هر جای که قوم تاجیک است در شهرهاست. یعنی بازار در دست از این مردم است. خودت برو در ارگون تاجیک‌ها رسید که تو بازار ارگون در دستشان است. بازار گردیز در دست از این مردم است. هر جای بازار است. یک دور سیر خود تیر کرد. آمدن تمدن بلد شدن سقوط کردن. همونطور چه نام دارن ازبک ها آمدن در زمان سین با اقراس و کی دیگه سلاجقه و هر یک در حد رسیدن سقوط. و به این سلسله اقوام مردم دیگه بودن در جنوب افغانستان پشتون ها که این مردم هم 200-300 سال پیشتر اصلا نه فرهنگی داشتن، نه تمدنی داشتن، نه مدنیتی داشتن و بودن در موجه و میبینیم که امو خاصیت های خود تابال حفظ کرد و میایانی مردم از جنوب شروع میکنن تا یک دفعه دولت را در اینجا تشکیل و این دولت دوام کرده تا به امروز انشاءالله تشکیل کرده. دیگه همه اتفاق میکنیم این از این خاطر تشکیل کردن که با دگم‌های بعدی در وظیفه افغانستانی رو باید تشکیل. این است از نقطه نظر اقوام ترکیب ما شد که پشتون که آمدن یک قومی که از تمدن دورتر بودن 200-300 سال پیش آمدن آرام آرام بازوقی که نگاه در تمدنان دارن قدرت دید و یک حکومت فامیلی یک حکومت قبیلوی را در افغانستان تأسیس از نقطه نظر ترکیب قوما همیز ترکیب